מזהיר את הדיקטטור האיראני מהמשך ביצוע פשעי מלחמה וירי טילים לעבר אזרחי ישראל. כדאי שיזכור מה עלה בגורלו של הדיקטטור במדינה השכנה לאיראן שהלך בדרך הזאת נגד מדינת ישראל. אנחנו נמשיך גם היום לפעול נגד יעדי משטר ויעדים צבאיים בטהרן, כפי שעשינו אתמול מול רשות שידורי התעמולה וההסתה. طبق تجربه 75 سال گذشته و با توجه به دلایل گوناگون نظامی و غیر نظامی و ابعاد گوناگون به لحاظ استراتژیک امکان مقاومت و تاب‌آوری یک جنگ طولانی رو نداره و لذا این رژیم و این دشمن صهیونی در ادامه این جنگ تحمیلی زمینگیر خواهد شد. אני מזהיר את הדיקטטור האיראני מהמשך ביצוע פשעי מלחמה וירי טילים לעבר אזרחי ישראל. כדאי שיזכור מה עלה בגורלו של הדיקטטור במדינה השכנה לאיראן שהלך בדרך הזאת נגד מדינת ישראל. אנחנו נמשיך גם היום לפעול נגד יעדי משטר ויעדים צבאיים בטהרן, כפי שעשינו אתמול מול רשות שידורי התעמולה וההסתה. אני קורא לתושבי טהרן להתפנות מאותם מקומות בהתאם להנחיות דובר צה"ל בפרסית לשם הגנתם. תושבי טהרן, אל תסכנו את עצמכם ואל תהיו בני ערובה בידי הדיקטטור שמשתמש בכם לצורך הישרדותו. دشمن صهیونی طبق تجربه 75 سال گذشته و با توجه به دلایل گوناگون نظامی و غیر نظامی و ابعاد گوناگون به لحاظ استراتژیک امکان مقاومت و تاب‌آوری یک جنگ طولانی رو نداره و لذا این رژیم و این دشمن صهیونی در ادامه این جنگ تحمیلی زمینگیر خواهد. این دروغی که خودشون بافتند به عنوان اینکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، دروغ خود بافته خودشون، این دروغ خود بافته بهانه است. اون اصل مطلب این است که اینها با ملت ایران و با قدرت ملت ایران و با عزت و پیشرفت و سربلندی ملت ایران اینها مواجه هستند و به این دلیل این جنگ رو دارن تحمیل میکنن. رژیم صهیونیستی به مرور زمان متزلزل و نسبت به اون چه که خواسته هاش بوده ناکام و مایوس خواهد شد. همین چند روز پیش بینی نمی‌کرد که در واقع سیستم فرماندهی ما فعال بشه. پیش بینی نمی‌کرد، گفت من پایگاه موشکی رو زدم، پس این موشک‌ها از کجا داره شلیک میشه به سمت رژیم صهیونی؟